سلام، عرضی هم اومدم بگم که چجوری به عکساتون یه افکت قدیمی بدید مثل موزیک ویدیوی تقریبا مارگاریتا. روشن یکی هیتا نشنیدی مثلشونا هیتا. اومدم که بگم چجوری عکستون رو بلک اند وایت یا سیاه سفید کنید. فایل عکستون رو که وارد کردید، اگه عکستون را بود که از ساتوریشن خیلی راحت سیاه سفیدش میکنید، یا اگه دوست نداشتید از این راه استفاده بکنید و عکستون جپگ بود، میرید تو کامera را و ساتوریشن کمش کنید. یه گزینه داره ایمیج مود، این راه بعدیش میزنید، میگه میتونی از ایمیج ادجاستمنت بلک اند وایت انتخاب کنی. میگه من حال نکردم. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه اگه بلایی سر ما بخواید دیگه اومده. خیلی بلک اند وایت بشه، فقط یه رنگ سیاه و سفید توش بمونه، این گزینه رو که بزنی و پیکسلاش درست کنی، فقط سیاه و نقطه‌های سیاه و سفید میمونه. یعنی دیگه سایه ها و اینا از بین میره، رنگ‌های خاکستری که کمکت میکنه. گزینه بعدی که میتونی این کارو بکنی واسه سیاه سفید کردن عکس‌ها، از همون گزینه ادجاستمنت و بلک اند وایت که توی این گزینه‌ای که بلک اند وایت ادجاستمنت لایر داره رنگ گذاشته و چون توی تصویر رو بیشتر رنگ قرمزه و این دوستون گفت اگه آموزشات زیاد تایمش باشه نگاه نمی‌کنم، پس دارم سریع توضیح میدم. اینجا میای و رنگ قرمز توی تصویر زیاد بود، اگه این قرمز رو بیشتر کنی میره قسمت های قرمز و رنگ سفید کمتر کنی میاد به سمت مشکی و تمام این رنگ هایی توی تصویرتون باشه همین اعمال داره. خب حالا گزینه که گفته بودم که مثل موزیک ویدیو تقریبا پوری میشه، اینجا یک کنترل آلت شیفت ای رو میگیری که از تمام این تنظیماتی که گذاشته بودی سیو میکنه و یه عکس جدید بهت میده. میای و یه پیپر تکس های من گذاشتم توی چنل، آدرسش هم میذارم توی دیسکریپشن، حتما جوین بدید. شما وقتی این پیپر تکس ها رو وارد میکنید، اولی همچین چیزی میاد، کنترل A رو میگیرید و کنترل C و میاد روی عکستون کنترل V میکنید. اگه دوست نداشتید این کار رو بکنید، باید بیایید اینجا، کجا گذاشته بودم، شما اینجا میای و توی همین حالت میکشی درگ اند دراپ میکنی، سایزشو با سایز عکس دیگه یکی میکنی و اوکی میزنی. خب الان هیچ اتفاقی نیفتاد. باید مود لایر رو بذاری روی اسکرین. یعنی اینا هر کدوم از این پیپر تکس ها برات یه کارایی رو داره. یعنی این پیپر تکس ها خیلی هم زیاد هستش، یعنی تکسچرها شاید 2000 3000 خیلی بیشتر ازش باشه. من فعلا 5 تا گذاشتم، ولی تو چنل سعی میکنم براتون بیشتر ازش بذارم. اینجوری میکشی، مودش میذاری روی اسکرین. حالا اگه دیدی خیلی دیگه غلظتش بالا بود، از اوپاسیتی یکم کم یا زیاد میکنی تا به اون چیزی که میخوای برسی. دوست داشتی چنل رو حتما سابسکرایب کن، یه کامنت هم بذار و اگه آموزشی چیزی از عکسایی که آرتیست ها میگیرن، کاورهای آلبوم هاشون، کاورهای موزیکاشون خواستی بگو تا آموزششو برات بذارم. برو بریم. تو ویدیو پر درد و فرته، ویدیو پر کفتن جرده، حداقل اورجینال خودمه، نشده کپی نه اسکی.